سر بزنیم به خوفناکترین و بدترین زندانی که توی جهان وجود داره. تا حالا به بدترین و مزخرفترین زندانی که توی جهان وجود داره فکر کردین؟ امروز میخوایم بریم یه بررسی داشته باشیم به زندان آلکاتراز که یکی از بدترین و مزخرفترین زندانایی که توی جهان وجود داشت و الان دیگه وجود نداره. Le Rocher. C'est comme ça qu'on l'appelle. L'île qui a accueilli la prison la plus célèbre de l'histoire. Célèbre parce qu'au cœur des eaux de la baie de San Francisco, le Rocher a abrité durant 30 ans les criminels américains les plus incorrigibles. Braqueurs de banques, meurtriers, faussaires et surtout les intenables. Ceux qui ont décidé que la prison ne serait pas leur avenir, tentant par tous les moyens de revoir le ciel bleu, de retrouver leur liberté. Une île pleine de légendes, d'histoires et de mystères. Une île demeurant le témoin d'une époque où la justice était froide et impitoyable. Bienvenue à Alcatraz, l'île dont on ne peut pas s'échapper. Les États-Unis sortent des années folles, de la prohibition, de la Grande Dépression, et subissent, depuis une dizaine d'années, une vague de criminalité importante. Les délits augmentent, comme le nombre d'incarcérations, les prisons se remplissent et le nombre d'évasions ne fait que croître. Yo guys, چطوری بچه‌ها؟ از جیمکس هستم. خوش اومدید به یه ویدیوی جدید و البته بگم یه ویدیویی که میتونه به نسبت یه خورده دارک و یه فضای خیلی نامناسب داشته باشه. چون قرار بریم بررسی کنیم قرار بریم بپردازیم به زندان آلکاتراز که یکی از بدترین زندانایی بوده که توی جهان وجود داشته و الان دیگه متروکه شده، میتونیم بگیم وجود نداره. این زندان یه زندانی بوده که اصلا بهتون بگم کشتارگاه بوده، انقدر زندانش مزخرفه.
قبل از شروع ویدیوهاتون هر کی چنلمون رو سابسکرایب کنید و همون زنگوله‌شو روشن کنید تا محض اینکه ویدیو میذارم به دستتون برسه. حتما اگه این ویدیو یه خورده برات جالب بود لایکو بزن و یه کامنت هم برام بذار که بتونم واسه ویدیو خفن‌تری بسازم. Let's do this. این زندانی که در سال 1775 ساخته شده و شروع به فعالیت کرده همون زندان آلکاتراز که چقدر تلفظ سختی هم داره که یکی از بدترین زندان هاست. این زندان الان میتونم بگم دیگه کامل داره متروکه میشه، این جمعش کردن به اون اتفاقایی که داخلش میافتاد. خیلی اتفاقات وحشتناکی بود، ولی خب الان زندانای الان یه جوری شده که همه میرن زندان رفتن هتل، اینجوری بهتون میگم. حالا شاید اینجوری نباشه، من دارم اینجوری میگم نمیدونم، ولی خب بریم سراغ ادامهش ببینیم زندان چقدر مزخرفه. البته اینم بهتون بگم که فرار کردن از این زندان کاملا غیر ممکن بوده، چون این زندان وسط یه جزیره بوده که دور تا دورت آب بوده، آب اقیانوس هم بوده و پر کوسه و حیوانات نه، یعنی آب زیان وحشی و اینا بوده که مگه اونجا نمیکشتنت 100% میفته تو آب میموری. سال 1850 این زندان کاراش رو به صورت خیلی وحشیانه تر پیش میبرده، یعنی اون جای اون وجه های خیلی خوفناکی که گفتم از اون سال 1850 شروع شده یا شاید هم سال 1850 کلا تموم شده، یعنی رو به پایانش بوده دیگه. کلا این زندان نگهبانی خیلی قوی داشته، خیلی امنیتش خیلی قوی بوده که اصلا نتونی فرار کنی. یعنی واسه نگهباناش یه دکلای یه برجایی میذاشتن که خیلی ارتفاعشون بالا بود که الان دقیق ارتفاعش نمیدونم چند متره، ولی اینو بهتون میگم بالای مثلا 20 متر اینطورا میذاشتن که 20 متر البته نه کمتر 10-15 متر اینطورا میذاشتن که بتونن کامل همه چیز زیر نظر داشته باشن و ببینن بررسی کنن دیگه که کسی فرار نکنه. به فکر خودتون بود آخه فرار می‌کردین و میمردین. سال 1909 این زندان کارش به پایان میرسه، فعالیتش کلا تموم میشه، چون واقعا خیلی وحشتناک بوده، واقعا کشتارگاه بوده. سال 1912 ارتش آمریکا میاد این زندانو یعنی یه چکی بکنه، یه بررسی بکنه، چون خیلی نظرات بدی در موردش شده بودن، خیلی شکایت کرده بودن ازش. اومدن یه بررسی بکنن ببینن چی به چیه و همون موقع بود که موچشونو میگیرن، ولی خب نمیبندنش، یه جریمه سنگینی واسش میزنن که این کارا رو دیگه نکنه. خب این چه منطقی که شما دارید؟ اتاقایی که این زندان داشته کلا همشون بهتون بگم کمتر از 2 متر بوده، این توالت و روشویی و تخت خواب و محل غذا خورشون همه بغل هم دیگه بوده. Du bâtiment qui était surveillé et éclairé par des miradors à l'aide de projecteurs. Il fallait être discret et silencieux. Ils prirent leur temps et se faufilèrent sur 30 mètres pour atteindre un autre tuyau qu'ils allaient utiliser pour descendre du toit et rejoindre l'extérieur du bâtiment. Une fois en bas, ils n'eurent plus qu'à escalader un grillage de barbelés, gonfler le radeau fait imperméable à l'aide de la pompe qu'ils avaient fabriquée et plonger dans l'eau froide et la nuit noire de la baie de San Francisco. Il est 23h et ce sont les dernières informations que l'on eut de Frank Morris, Clarence et John Anglin. خب غذا خوردن طبیعتا یه بچه مثبت و لازمیه که واسه یک انسانه، چی گفتم. ولی خب غذایی که داخل زندان میدادن اصلا نمیتونستی بخوریشون. خیلی از زندانی‌ها بودن که حتی ماها گشنه بودن، این غذاشون واقعا نمیتونستن بخورن، غذای خیلی مزخرفی بود. مرغ دریایی این پرنده‌ای چیز هستن روی آسمون رو میگردن توی آب چیز میکنن، مرغ دریایی اونجا رو میگرفتن زنده واسهشون سرو میکردن، یا ماهی‌ها و اون آبزیایی که داخل
این جزیره بودن و میگرفتن و زنده واسهشون سرو میکردن که اونا بخوام بخورنش. خیلی مزخرف بود، خیلی مزخرف بود. ولی اگه بخوام به جای خوفناکی هم مثل همین زندان برسیم ولی منتها یه نحوه دیگه ای، یک طور دیگه ای، من که داشتم میمدم به این جایی که الان هستم مسافر، یه جایی پیدا کردم تو رو که تو دل جنگل بود، یه خونه ای که واقعا خوفناک بود که الان ویدیوش هم واسهتون میذارم حتما ببینید. واقعا اینجا خیلی خوفناک بود و قراره که بریم به اونجا یه سری هم بزنیم توی ویدیوی بعدی. نظرتون چیه؟ پس شما میخوایم بریم اونجا حتما چنل سابسکرایب کنید و اون زنگوله‌اش هم بزنید که اگه رفتم اونجا ویدیوشو گذاشتم حتما بهتون خبر داده بشه و بریم ویدیوشو ببینید و حتما این ویدیو رو لایک کنید و اگه ویدیویی میخواید که ما بریم به جای خیلی خوفناک رو بررسی کنیم حتما تو کامنت واسم بنویسید. عشقای من این